حتی روی لینکی که میشناسید یا سرشماره‌ای که مثلا سرشماره بانک یا دوستاتونه میاد کلیک نکنین. چرا؟ چون میشه که توی این گوشی‌های هوشمند پیام‌ها و حروفو مخفی کرد. هر جا میبینی که متن آبی رنگه یا آندرلاینه، اینا لینکن به یه چیز دیگه ای. شما اینجا گود تو رو میبینین، ولی وقتی من روش کلیک میکنم میبینین کلی کرکتر اضافه داخل این هست که میشه ازش استفاده کرد. شما رو بود توی یه صفحه دیگه ای و حالا اطلاعات حساب گرفت یا گوشی رو هک کرد یا فیشینگ یا هر مشکل دیگه ای. به هیچ عنوان روی لینک هایی که براتون میاد، اگر خودتون درخواست نکردین، اگر که طرف رو نمیشناسین، اگر که نمیدونین چی هست، کلیک نکنین. حتی فایل هایی که به عنوان تبلیغ میاد ممکنه که یه راهی باشه برای هک کردن. طرف داره تبلیغ یه شرکت دیگر رو میکنه، اطلاعاتش هم درسته، ولی لینک زیرش لینک خودشه و اطلاعات شما رو از خودتون میگیره.